فقیره و پیش تربوز فروش رفت و گفت تربوز برای رضاگی خدا به من بده، فقیرم و چیزی ندارم. تربوز فروش در میان تربوزها گرد گشت و تربوزهای خراب شده را به فقیر داد که اصلا خورده نمی شود. فقیر دید که این تربوزها را خورده نمی شود، سپس مقداری پولی که در جیبش داشت برآورده به تربوز فروش داد و گفت و مقداری پولم به من تربوز بده. تربوز فروش یک تربوز خیلی خوب را وزن کرده و فقیر داد. فقیر هر دو تربوزها را بلند کرده گفت خداوندا، این بندگانت را بین، به خاطر تو این تربوز لاغر را به من دادند و به خاطر پشت این تربوز کلان زیبا را. تلفن زنگ می‌زند. دختر تلفن را می‌بردارد و می‌فهمد که به او پسر زنگ زده است. پسر گپ زدن را شروع کرد و سوال دادن را سر کرد. دخترک از او پرسید ببخشید جوانی خوب، اما شما کی هستید؟ من شما را میشناسم؟ پسر جواب داد نه، نمیشناسی مرا، لیکن من از عائله ثروتمند هستم و فکر میکنم ما با یکدیگر خوب شناس میشویم. دختر جواب داد جوانی خوب، تلفن من در حالت گوش کردن است. جوان میگوید از راستی؟ کی گوش میکند؟ учебní заведения میخونی؟ دخترک جواب داد نه. ФМС؟ نه. کمیته امنیت ملی؟ نه. دخترک جواب داد الله بزرگ میفهمد. پسر در حال تلفن را خاموش کرد و از خندیدن مرد و از کاری کردهش بسیار شرم داشت.